آقا خیلی اوقات شده شما پینگتون یوهو میره 200. قبلش خوب بود ولی یوهو میره 200. اگه میخواین این مشکل رو رفع کنین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. رفقا حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل MT9. یعنی چنل خودتون یه جورایی. بچه خیلی ها مشکل پینگو دارن، خب از جمله خودم یعنی داشتم. یعنی یه DNS میخوام، یه کد DNS میخوام بهتون بدم با یه برنامه که بالاخره بنده خدای برای من فرستاد. منم میخوام بذارمش برای شما که برین حال کنین. آقا قبلش لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حتما از ما حمایت کنین. کامنت انگلیسی هم بذارید حتما. و بچه ها یه نکته دیگه، اگه وسط بازی پینگتون رفت بالا بعد بیاین این DNS یا این برنامه رو بزنید یه جورایی انگار بی تاثیره. خب پس این کار رو نکنید. خب موقعی که میخوایم برید تو بازی این برنامه این DNS رو بذارین. اکثرا همراه اول این مشکل رو داره. خب اگه خطتون ایرانسل هم مشکل داره بازی سریا، ولی من مشکل ندارم، تو همراه اولم مشکل پینگو داشتم. اگه شما مشکل پینگو دارین داخل همراه اول یا ایرانسل که بعید بدونم، از این DNS ها مثلا نتتون داخل همراه اول 4Gه با خب، ولی داخل بازی که میرین پینگتون 90 80 100، یه سری اوقات هم که 200 بیشتر اوقات. و خیلی راحت با این دوتا برنامه شما میتونید رفعش کنید. حالا من برنامه رو کجا میدم بچه ها؟ برنامه اسمشونو میگم. خب و میریم آموزش رفتن داخل برنامه رو حتما بهتون میدم. بچه ها گیم بوستر که نیست، گیم بوستر بچه ها پولی شده. خب اگه میخوای من نسخه رایگانش رو براتون بذارم تو کامنت ها بهم اقدام کنین، من حتما میذارم و توی کامنت ها بگین که ویدیو بعدیمون چی باشه. خب برنامه اولین برنامه است که تو بزنید DNS براتون میاد داخل بازار مارکت فروشگاه هر جا بزنید این برنامه مشکی است. این دوتا کدی که من نوشتم رو بزنید. خب متعلق به کشور کویت هم هستش بکنم. میزنید و رو اون گزینه سبز روش میزنید روشن. الان واسه ما روشن زدیم، روش سبز شد و روشن شد. این اولی بود. آقا دومین برنامه این برنامه است که اسمش اومد رو صفحه. خب این که اسمش اومد رو صفحه رو شما اسکرین شات میگیرین و میرین داخل گوگل مینویسین دانلود این اسمی که براتون گذاشتم و سایت همون سایت اولی و دومی میرین دانلودش میکنین. بچه برین داخل برنامه. ورودی که باشه اول اجازه دسترسی میخواد قطعا، بعدش یه گزینه میاد شما رو سفیده میزنید و تبریک میگم رفتیم تو برنامه. مثل فیلتر شکن میزنید روشن میشه، ولی بچه فیلتر شکن نیست، یه نوع DNS میزنید میرید و از سرعتش عشقش میبرید. فقط بهتون گفتم بچه وسط بازی بزنید بچه تأثیری نداره. موقعی که خواستیم برین تو بازی بزنید تأثیرش رو میبینید. اگه خوشتون اومد حمایت فراموش نشه. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.